لكن عرفت ليش переведите, А можете перевести нам? نه خوبه این باید زدم یه چیز گرم بیا نگاه کن اینو بیا نگاه کن این الان اینجاست گرم نه 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 نگاه کن اینجا رو بیا اینجا رو نگاه کن اینو بیاری اینجا سرد این سرد خودم زده بودم گرم Если честно, Надеемся, что сегодня вечером, завтра, утром имели возможности открыто и ясно выразили свою точку зрения для достижения того смысла, который они заслуживают. Какие у них есть желания, пусть они скажут открыто и честно. какое отношение к документу, который Выше? Ну, то, что вы просили про ту бумагу, которую мы вчера опубликовали, сегодня, да, مسئله مهمتر طرحی است که در حال بحران قرار در مذاکرات باید بحث самое главное о том, чтобы мы достигли той цели, которой мы собрались, достижения мира. ما طرح بدیلی را کردیم طرح مذاکرات تهیه شده ما در عوضش طرح جامع‌تری را То, что вы упомянули про и мы более расширенно у нас есть میشه کافی طرح را واسه شما بسکنم мы можем вам отдать то, что наши Нет, копия это есть. А отношение к этому документу. Нет ли спорных моментов там? Они изучали, но они хотят более расширенные. Более расширенно? Расширенные, которые они сами об этом написали, и они могут опубликовать и отдать. Это будет замечательно, конечно. Завтра есть соглашение, что мы завтра будем продолжать свои переговоры. منظور شما کاملا بین الافغانی باشه بدون هجوم طرف Чтобы это было не да, то есть
чистыми же афганские переговоры. جناب حکمتی صاحب، شما برای نخستین بار در فرمت مسکو اشتراک کردین، در نشست مسکو. فرمت مسکو چطور یافتین در حل منازعه افغانستان؟ مسکو در گذشته مشکلات زیاد شده ولی در این نوبت تغییرات در این آمده که فکر میکنیم مثبت است، مفید است. تعداد محدود شد. گفتیم که از این بیشتر فقط افراد مؤثر رهبران گروه‌های انتظار و هر یک باید تعریف کنه ولی زیادت بحران میره باید راه کنه و نوشته بکنه. آیا شما گفتگوی دو جانبه با گروه طالبان داشتین یا پلان دارین که گفتگوی دو جانبه داشته باشین؟ خب موضوع موضع طالبان در نشست امروز آیا موضع خود اعلان کردن؟ هنوز نه. و شما گفتین که فردا هم ادامه میابه مذاکرات بین الافغانی. لطفاً شما نظر آخری الفاظ واضح و روشن و حتی تحریری بسپاریم به تمام افراد. چی میخواید؟ از نظر شما چطور میتونیم از این کشور از این بحران بکشیم؟ سرتان هم بیراه کنیم و خواسته های مشروعی هم که داریم بره بزنیم با دیگران بکنیم با الفاظ واضح. در طرحی که شما دارین برای آینده افغانستان تشکیل حکومت آینده افغانستان چه شکل خواهد بود؟ نخست که ما در مرحله انتقالی ترجیح میدیم که در عوض حکومت ائتلافی که تقسیم قدرت بر اساس قوم، مذهب یا حزب بر کنار بگذاریم یا حکومت قابل قبول در همه مشتمل بر شخصیت‌های خوشنام، بی‌طرف و از اینا ساخته شده و به این ترتیب قدرت از این حکومتی که قابل قبول نیست عامل جنگ است و یک حکومت قابل قبول برای همه حکومت انتقالی به شکل مسالمت آمیز و اصولی انتقالی و بریم به این مرحله انتقالی اساس یک حکومت ثابت آینده را بگذاریم. خب به شکل مسالمت آمیز رئیس جمهور غنی بارها اعلام کرده که انتخابات یگانه راه آمدن حکومت جدید و راه مسالمت آمیز است. چه نوع انتخابات؟ از این می‌پرسیم همون نوع انتخاباتی که در گذشته داشت و پر از تقدم 4% نفوذ کشور در شرکت و نتیجهش هم یک کس نپذیرفت حتی به شمول اشرف غنی تیم اشرف غنی تیم شریک قدرت او هم نپذیرفت فردا دیدیم که مراسم تحلیل به وساطت امریکایی مجبور شدن که نتایج انتخابات به طور کامل کنار بگذارن و برای حکومت توافقی توافق برسن. جناب قطعا مسئله انتخابات مطرح نیست. اگر انتخابات هم کسی میکنه باید این انتخابات تحت اشراف یک حکومت بی‌طرف خودش در انتخابات کاندید نیست، امکانات دولت در کمپین انتخاباتی استفاده نمیکنه. تحت اشراف یک حکومت باید انتخابات باشه. اگر اشراف غنی به این انتخابات آماده است که رو تقلب نشه، کمیسیون انتخابات هم به توافق همه ساخته شد، کسی که در قدرت در دستش از کاندید نباشه، امکانات دولتی در انتخابات استفاده نکنه. مطمئن هستم که اشرف غنی به این صورت این انتخابات نمی‌کنه. انتخابات را می‌خواهد که بقای را در غرب تضمین کنه. این باز به این صورت در دیگران تضمین کنه. آقای حکمتیار انتخاباتی که از 35 میلیون نفوس چیزی بیشتر از 1 میلیون شرکت کنه. مگر انتخابات آقای حکمتیار در اواخر طرفدارای شما یک مظاهره هم در کابل داشتن و خواستایی داشتن از حکومت به کجا رسید و خواست نهایی شما از حکومتی که ما تظاهراتی داشتیم تظاهرات خیلی پرشکوه و بی‌نظیر بزرگترین تظاهرات منظمترین نتیجهش اگه به ما اعلام بکنید و اگه به اون نتیجه که شما میخواهید نرسن ما 10 روز فرصت و 10 روز تکمیل صمیم هستیم تظاهرات ادامه
آیا از طرف حکومت برای شما درباره مظاهرهتان کدام نظری برای شما رسیده یا به تفاوت هستند؟ اعلان کردیم با اونا اعلان کردیم بعد روز تکلیف شده ولی ما آمادگی میگیریم به تظاهرات مسلسل تظاهرات یک روزانه تنها در کابل نه در چند شهر بزرگ دیگر اگه نتایج صلح نتیجه بده نشست‌های صلح آیا خاص اساسی ما اصلی جنگ است رسیدن به صلح است اگر اشرف غنی بیتن برنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان منعقد شده معاهده‌ای که صورت گرفته قرار است تا ماه می آمریکایی افغانستان را ترک بکنن و برن وقتی که اونا رفتن طبیعی است که صلح محقق میشه. سفر